واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و صحبه و من والاه. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در قسمت‌های گذشته این برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی خدمت شما دوستان عزیز احادیث سلسله از احادیث گرانبهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را بیان کردم که متعلق به ابواب نواقض وضو بود، ابواب شکننده های وضو. و در این قسمتی از برنامه ان شاء الله تعالی احادیث را خدمت شما تقدیم میکنم که متعلق به باب آداب قضای حاجت است. قضای حاجت یعنی رفتن به بیت الخلا و رفتن به خاطر قضای حاجت، چه بول باشه چه غایط بوده باشه، و این امر چه آداب و چه احکامی را در خود داره و پیغمبر اسلام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای این در احادیث گرانبهای خود چه احکامی را برای ما بیان کرده است. دین اسلام دوستان عزیز دین شامل و کامل است که همه امور زندگی را در بر میگیره. هیچ امری از امور زندگی ما مسلمان ها نیست مگر اینکه در او ما قولی از الله متعال داریم، قولی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داریم، و همچنانه که الله متعال این دین را به صبغه حیات، به رنگ حیات تعبیر میکنه، میگه که صبغه الله و من احسن من الله صبغه. دین اسلام رنگ است که رنگ زندگی است که شامل همه امور زندگی انسان میشه. همچنانه که وقتی که یک کالا داخل یک رنگ گذاشته شود، رنگ یک بار به همه کالا میپیچه، همه کالا را شامل میشه. همین قسم وقتی که انسان در دین اسلام داخل میشه، دین اسلام همه امور زندگی از او را شامل میشه. هیچ امری از امور زندگی از او نیست مگر در اون که در آن اسلام برای ما حکمی از احکام خود را توسط قرآن کریم یا توسط احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان کرده. و این دین کامل است که الله متعال میفرماید ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما در این کتاب هیچ نوع تقصیر و کوتاهی نکردیم، همه چیز را در این یا صراحتا یا اشارتا بیان کردیم که او را به شکل تفصیل حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی بیان کرده. از جمله این احکام دوستان عزیز قضای حاجت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این باب هم احادیث زیادی داره که برای ما آدابی بیان کرده که وقتی که ما برای قضای حاجت به بیت الخلا میریم باید چه آدابی را مراعات کنیم. امام مسلم روایت میکنه که شخصی پیش سلمان فارسی رضی الله عنه آمد و به تعجب پرسان کرد که قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراءه. بسبب تعجب پرسان کرد که پیغمبر خدا، پیغمبر شما برای شما هر چیز را یاد داده، حتی رفتن به بیت الخلا را هم برای شما یاد داده. حضرت سلمان فارسی در جواب فرمودند اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجی بالیمین. پیغمبر خدا برای ما هر چیز را یاد داده، هر امور زندگی، هر آنچه که تعلق به زندگی ما میگیره او را برای ما یاد داده. از جمله هم آداب رفتن به بیت الخلا که برای ما فرموده که وقتی که شما به بیت الخلا میروین باید روبروی قبله نبوده باشین، باید به دست راست خود را پاک نکنین و همچنین باید به پای راست خود داخل شوین، به پای چپ خود بیرون شوین و در وقت رفتن داخل شدن در بیت الخلا این دعا را بخوانین و در وقتی که خارج میشین این دعا را بخوانین و آداب دیگری که در احادیث
گرانبهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ان شاء الله در چند قسمتی از این برنامه خدمت شما تقدیم میکنم. و قضای حاجت کنایت است از رفتن به خاطر بول یا غائط و علما به چند تعبیر تقریبا تعبیر میکنه از جمله قضای حاجت، باب قضای حاجت، چون در حدیث است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید اذا قعد احدکم لحاجتی، وقتی که یکی از شما میشیند برای قضای حاجت خود. و همچنین فقها از این باب به نام باب الاستطابه یاد میکنن، چون در حدیثی است که ولا یستطیب بیمینه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که یکی از شما به دست راست خود را در وقت استنجا کردن پاک نکنه، باید به دست چپ خود پاک کنه. و همچنین محدثین به باب تخلی تعبیر میکنن، میگن که باب تخلی، و تخلی هم کلمه تخلی هم در حدیث دیگری آمده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید اذا دخل احدکم الخلاء، تخلی یعنی رفتن به خلا. خلا گفته میشه جای فارغ و جای مکان خالی که انسان در اونجا دیگر انسان ها در اونجا زندگی نمیکنه، خالی است و از مردم ها خالی است و انسان برای قضای حاجت در اونجا میروه. و همچنین بعضی از علما تعبیر به تبرز میکنن، باب تبرز، چون در حدیث دیگری میگه که ولا یتبرز فی الموارد، یکی از شما در راههای عام باید براز و پیشاب کلان خود را نکنه. و در احادیث متعددی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آداب متعددی را برای ما آموزانده. از جمله این آداب است که انسان وقتی که داخل بیت الخلا میره، وقتی که به خاطر قضای حاجت میره، باید با خود چیزی را حمل نکنه که در اون نام خدا بوده باشه، چه کتاب بوده باشه، چه خاتمی که در اون نام الله بوده باشه، چه کالایی که در اون نام الله بوده باشه، و به طریق اولا قرآن کریم، این چیزها را باید با خود داخل نکنه. در این مورد حدیثی از حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت شده است که ایشان فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که داخل بیت الخلا میشدن، وقتی که به خاطر قضای حاجت میرفتن، خاتم مبارک خود را میکشیدن، در یک جای میگذاشتن تا که از خلا، از بیت الخلا یا از قضای حاجت پس می آمدن. چون خاتم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقشش محمد رسول الله بود. در حدیث دیگری از حدیث دیگری حاکم نیشاپوری روایت میکنه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله و کان اذا دخل الخلاء وضعه، که پیغمبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خاتمی داشتن که نقشی از او، بالای از او چیزی که نوشته بود اوی بود که محمد رسول الله. لذا وقتی که داخل بیت الخلا می رفتن، این خاتم را یک جای امان میگذاشتن تا که پس قضای حاجت خود را تکمیل کرده پس می آمدن. و چون خاتم رسول الله صلی الله علیه و سلم در او نام الله بود، نام مبارک الله متعال بود و نام مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود، محمد رسول الله نوشته بود. لذا پیغمبر خدا وقتی که برای قضای حاجت می رفتن او را جای میگذاشتن. لذا علما از این حدیث ای را استنباط کردن که وقتی که انسان به خاطر قضای حاجت میره، از جمله آداب قضای حاجت هم است که باید خاتم خود را، یا اینکه لباسی که در اون نام الله بوده باشه، یا اینکه کتاب یا نشریه یا هر چیزی که در جیب خود، در دست خود داره که در اون نام الله متعال است، و همچنین قرآن کریم کوچکی اگر در جیب خود داشته باشه، در دست خود داشته باشه، این چیزها را باید از خود دور بکنه. اگر به طور اشتباهی داخل شد، باید علما میگن که در یک جای خود پت بکنه و مثلا میگن که در زیر عمامه خود را بگذاره و به یک شکلی از اشکال او را پت بکنه. و حدیث دیگری هم در این مورد از حدیث دیگری هم از اصحاب کرام وارد شده که دلالت کننده به است که باید انسان وقتی که داخل بیت الخلا میشه، هیچ نوع چیزی که در اون نام الله بوده باشه با خود داخل نکنه. و همچنین از جمله احکامی که از این حدیث علما استنباط کردن است که گفتن که وقتی که انسان به خاطر قضای حاجت میره باید دور بره، چون خلا در حدیث آمده که کان رسول الله صلی الله علیه و آله دخل الخلا، خلا یک جای خالی و فراغی را گفته میشه که در اونجا از انظار مردم، از دید مردم دور می بوده باشه.
و همچنین در حدیث مغیره بن شعبه رضی الله عنه، حدیث متفق علیه است که حضرت مغیره بن شعبه رضی الله عنه میفرماید فانطلق حتی توارا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفتن به خاطر قضای حاجت تا اینکه دور رفتن از انظار مردم، پد شدن. و همچنین ابو داود حدیث دیگری روایت میکنه که کان اذا اراد البراز انطلق حتی لا یراه احد، پیغمبر صلی الله علیه و وقتی که میخواستن پیشاب بزرگ بکنن، پیشاب کلام بکنن، دور میرفتن تا اینکه هیچ کسی ایشان را نمیدید. و این هم از جمله آداب قضای حاجت است که وقتی که انسان به خاطر قضای حاجت میره جای دور بره یا جای مستور بره، جایی که برای کسی را نبینه. اگر در دشت و بیابان بوده باشد باید از انظار مردم خود را دور کنه، اگر داخل بنا و آبادی بوده باشد باید در جای مستور و پت قضای حاجت خود را انجام بده و هیچ چیزی که در اون نام الله متعال بوده باشه او را با خود حمل نکنه. و همچنین از جمله آداب قضای حاجت دوستان عزیز است که باید انسان وقتی که داخل بیت الخلا میشه، قبل از اینکه داخل بیت الخلا میشه، دعایی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این مورد روایت شده تو دعا را بخونه. و همچنین وقتی که بعد از اینکه قضای حاجت خود را تکمیل میکنه از بیت الخلا بیرون میشه، دعایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث شریف به ما یاد داده باید او دعا را بخونه. در مورد داخل شدن، قبل از داخل شدن چی دعا باید خوانده شود؟ حدیثی از انس بن مالک رضی الله عنه روایت شده است که ایشان فرمودند کان النبی صلی الله علیه و سلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بك من الخبث والخبائث. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که اراده دخول خلا را میکردن، اذا دخل الخلاء معنیش است که وقتی که قصد ورود به بیت الخلا میکردن، وقتی که اراده میکردن که به قضای حاجت بروند، امی دعا را میخوانند که اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. و بعد از داخل شدن یا بعد از شروع کردن به قضای حاجت خواندن دعا درست نیست. و چون در حدیث دیگری آمده که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا اراد ان يدخل الخلاء، در اینجا تصریح آمده. این حدیث هم از انس بن مالک روایت است که امام بخاری در ادب المفرد روایت کرده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اذا اراد ان يدخل الخلاء، وقتی که اراده داخل شدن در خلا را میکرد، همین دعا را میخواندند که اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ای بار الهی من از تو پناه میخواهم از خبث. خبث جمع خبیث به معنای شیطانهای مرد ذکور الشیاطین یعنی. و والخبائث خبائث جمع خبیثه یعنی اناث الشیاطین، یعنی از شیطانهای مرد و از شیطانهای زن از تو پناه میخوام. شیطانهای مرد بوده باشد، شیطانهای زن بوده باشد، من از تو پناه میخوام. این حدیث را هم اصحاب صحاح سته، صحیح بخاری، صحیح مسلم و سنن ابو داود و سنن ترمذی و سنن نسائی و سنن ابن ماجه روایت میکنه و همچنین امام احمد این حدیث را روایت میکنه و بعضی علما حکم به صحت حدیث میکنن و مادامی که حدیث در صحیح البخاری آمده و صحیح مسلم آمده حدیثی صحیح است. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما این ارشاد را فرمودند که در وقتی که شما در بیت الخلا داخل میشین باید قبل از داخل شدن در بیت الخلا این دعا را بخونید که اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. و ظاهر این حدیث دلالت به این میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم جهرا این دعا را میخواندند، چون حدیث انس بن مالک میگه کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دخل الخلاء، به این معنی که جهرا میخواندند تا که از او انس بن مالک شنویدند. لذا علما میگن که بهتر است که انسان به شکل جهری این دعا را بخونه، اگر به طور خفیه هم خواند اشکالی نداره. و همچنین این حدیث خاص به این است که انسان وقتی که داخل یک حمام میشه یا جایی میشه که اونجا مخصص برای بیت الخلا است، بلکه حتی انسان وقتی در دشت میخواد قضای حاجت کنه در وقت ادعا را میخونه که قبل از شروع کردن به قضای حاجت ادعا را میخونه و بعد از او شروع به قضای حاجت میکنه. دوستان عزیز یک میانه برنامه کوتاه میبینیم و بعد از او خدمت شما دوستان عزیز هستیم با دعایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما بعد از خارج شدن از بیت الخلا تعلیم داده که باید انسان وقتی که بعد از بیت الخلا میبره چی دعا را بخونه و ما باشد ان شاء الله.
الحياة تسير الخطى في دجى الحيرة وتقضي الزمان بغير اعتبار رويدك أبصر من الغفلة ولا تاك يوما مع السادرين وتحيا بعيدا عن السنة ولا تتبع أي خلق مشين فتجني الملام مع الحسرة فأنت الحري بحسن الفعال ونبل الخصال مع الصحبة تطيب الحياة بتقوى الإله أداك السبيل. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کسی که به الله و روز قیامت ایمان دارد همسایه‌اش را آزار و اذیت نمی‌دهد. بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. دوستان نهایت گرامی، در مورد از اینکه انسان وقتی که داخل بیت الخلا میشه، وقتی که برای قضای حاجت اراده و قصد میکنه چی داره بخونه، گفتیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما ارشاد نموده که وقتی که انسان قصد بیت الخلا میکنه باید دعا را بخونه که اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. و وقتی که از بیت الخلا میبره قضای حاجت خود را تکمیل میکنه، بعد از چی دعا را باید بخونه؟ در این مورد حدیثی از ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت شده است که ایشان فرمودند ان النبی صلی الله علیه و سلم کان اذا خرج من الخلاء قال غفرانک. حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمودند پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که از بیت الخلا بیرون میشدند این دعا را میخواندند که غفرانک، ای بار خدایا من مغفرت و آمرزش تو را خواهانم. این حدیث را هم اصحاب سنن ابن ماجه، سنن امام نسائی و ابو داود و ترمذی رحمهم الله روایت میکنن و همچنین امام احمد و ابو حاتم و حاکم حدیث را روایت میکنن و حاکم نیشابوری حکم به صحتش میکنه و همچنین ابو حاتم حکم به صحت این حدیث میکنه. حدیثی صحیح است. در مورد از اینکه پیغمبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چرا بعد از که از بیت الخلا می برآمدن غفرانک، یعنی از مغفرت خدا و آمرزش خدا را طلبگار می شدن، یعنی چرا در وقتی برآمدن یا بعد از که از بیت الخلا می برآمدن مغفرت می خواستند. بعضی علما میگن که سبب از این است که انسان پیغمبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در تمام زندگی خود زبانشان به ذکر الله متعال تر بود. هیچ وقتی از اوقات پیغمبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بدون ذکر خدا نبود، همیشه در ذکر خدا مشغول بودند. همچنانه که امام بخاری از حضرت عایشه رضی الله عنها نقل میکند که ایشان فرمودند کان النبی صلی الله علیه و سلم یذکر الله فی کل احیانی، در تمام حالتهای خود، در حالت ششتن، خیستن و در حالت راه رفتن، استادن، در تمام حالت ذکر خدا را انجام میدادند و فقط جایی که انجام نمیدادن امی بود که داخل شدن در داخل بیت الخلا. وقتی که انسان به خاطر قضای حاجت در بیت الخلا داخل میشه، در این وقت جایز نیست که ذکر الله را انجام بده، چون بیت الخلا یا جایی که انسان قضای حاجت خود را انجام میده جای چتلی و خبث و ناپاکی است و ذکر الله که یک چیز پاک و مقدس است، در او تو جای چتلی جایز نیست. لذا در وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر نمی نمودن. وقتی که از بیت الخلا بیرون میشتن میگفتن غفرانک، ای بار خدایا من در مدتی که در اینجا بودم و ذکر تو را انجام ندادم، از نه انجام دادن ذکر تو من از تو مغفرت و آمرزش میخواهم. و عده از علما میگن که علت از این است که الله متعال
برای انسانها نعمتی فراهم نموده، نعمت معده، نعمت جسم، نعمت دهان، که توسط از این انسانها غذا را میخورند و بعد از او قسمتی از او مبدل به صحت جسمی از او به امور میشه که تعلق به صحت جسمی از او میگیره و قسمتی از او اضافگی میشه که توسط بول و براز از انسان بیرون میشه و این نعمت خداوند متعال ضرورت به یک شکری داره که انسان همیشه باید شکری از او را بکشه. پیغمبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که از حمام بیرون میشدن میگفتن که غفرانک ای بار خدای ما را ببخش، اگر در این نعمت تو ما کوتاهی کرده باشم، نعمت خوردن، نوشیدن، نعمتی که انسان خداوند بر انسان معده داده که و چیزای خوردگی از او را حل میکنه، دوباره چیزای فضلات و زائدی از او از طریق بول یا براز خارج میشه، اگر شکر از این نعمت من کوتاهی کرده باشم ای بار خدای مرا در کوتاهی خود ببخش. همچنانه که در حدیث دیگری ابن ماجه رحمت الله علیه از انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم كان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که از خلا بیرون میشدن میگفتن که الحمد لله الذي اذهب عني الاذى، حمد و ستایش آن ذاتی آن الله را است که اذهب عني الاذى، از من این تکلیف را برد، دور کرد. چون چیزی که در شکم انسان زوایدی که از خوردن و نوشیدن باقی میمانه، این یک نوع عذاب و تکلیف است. الحمدلله که این اذیت را از من دور کرد و عافانی و ما را عافیت بخشید. و این حدیث هم دلالت به این میکنه که سبب مغفرت طلبستن، آمرزش طلبستن پیغمبر صلی الله علیه و سلم این بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خاطر از این مغفرت طلبستن که اگر کوتاهی در شکر نعمت الله متعال شده باشه، خداوند این کوتاهی را از من ببخش. و امت خود را به این چیز پیغمبر اکرم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هدایت نمودند. و از جمله احکامی که تعلق میگیره به باب آداب قضای حاجت، یا از جمله اموری که آدابی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما را به او ارشاد نموده، برای ما بیان کرده، این است که انسان وقتی که برای قضای حاجت میره اولا باید در جای بره که از انظار مردم پد بوده باشه، جای مستور بوده باشه، و دیگر اینکه باید در وقت قضای حاجت سخن نگوید. سخن گفتن در وقت قضای حاجت ناروا و ناجایز است. در این مورد حدیثی از حضرت جابر رضی الله عنه، جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت شده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا تغوت الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث فإن الله يمقت على ذلك. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی که دو نفری از شما به خاطر قضای حاجت خود بیرون میشن، فلیتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، باید هر یکی از دیگری خود را پد کنن، باید یکی جهت بره، دیگرش دیگر بره، و اگر دشت بیابان بوده باشن هر یکی از دیگر دور برن و از انظار یک دیگر پد شوند. و اگر در داخل مبنا بوده باشد، در داخل بنا بوده باشد، در شهر و قریه بوده باشد، باید هر یکی در حمام جدای داخل شوند به خاطر قضای حاجت. ولا یتحدث، باید در وقت قضای حاجت سخن نگویند. چرا؟ فإن الله یمقت علی ذلك، الله متعال این کار را بد میبینه. سخن گفتن در وقت قضای حاجت را الله متعال ناگوار و بد میبینه. این حدیث را امام احمد و ابو داود روایت میکنه و همچنین حدیث دیگری از ابو سعید خدری در سنن ابو داود آمده که او هم به می معناست و معنای این حدیث را افاده میکنه. و این حدیث دوستان عزیز دلالت میکنه به اینکه ستر کردن در وقت قضای حاجت یک امر واجبی و الزامی است که انسان وقتی که برای قضای حاجت میره باید خود را از انظار مردم مستور قرار بده، باید از انظار مردم خود را پد بکنه. و همچنین دلالت به این میکنه که حکمی که از این حدیث ما علما استنباط کرده این است که انسان در وقت قضای حاجت باید سخن نگوید، چون وقتی که انسان کالای خود را برای قضای حاجت یا به خاطر استحمام غسل کردن میکشه و ملائکه رحمت حفظه از دور میشن و وقتی که سخن میگه فکر میکنه که دوباره کار خود را تمام کرده، دوباره میاین و وقتی گوره به حالت عریان میبینن
ملائکه از این کار اذیت میشه. لذا پیغمبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از سخن گفتن در وقت قضای حاجت یا در وقت غسل کردن ما مسلمان ها را منع کرده و علما میگه که این من برای تحریم است، چون در آخر حدیث فرمود که فإن الله یمقت علی ذلك، مقت الله متعال یا بدیدن الله متعال از روی عزیز که این کار حرام است. اگر حرام نمی بود الله متعال این چیز را بد نمیدید. وقتی که الله متعال این کار را بد میبینه به این معنا که این چیز حرام است. لیکن از عده از علما میگن که مکروه است، حرام نیست، چون اجماع علما به این قرار گرفته که این چیزی مکروه است. به هر صورت اگر مکروه هم بوده باشه شدت کراهیت از این کار و این کار وقتی که انسان برای قضای حاجت میره باید هیچ نوع سخنی بدونی که ضرورت قصوا واقع نشود، ضرورت واقع نشود که شدید باشه باید سخن نگویم. و همچنین جواب سلام دادن، علما میگن که وقتی که در زیر این حدیث جواب سلام دادن هم داخل میشه. وقتی یک نفر به خاطر قضای حاجت ششته شخص دیگری تیر میشه سلام میته باید سلام از او را و علیک نگیره، چون در حدیث دیگری از ابن عمر رضی الله عنه روایت شده است که ایشان فرمودند ان رجلا مر علی النبی صلی الله علیه و سلم و هو یبول فسلم علیه فلم يرد علیه. شخصی از نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذشت و پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حالتی بود که پیشاب میکردند و او شخص به پیغمبر صلی الله علیه و سلم سلام داد و پیغمبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جواب سلام ایشان را ندادند. و این حدیث را هم اصحاب سنن اربعه، سنن ابو داود و ابن ماجه و ترمذی و امام نسائی این حدیث را روایت کردند. پس جواب سلام دادن و همچنین علما میگن که در زیر این حدیث جواب عطسه هم داخل میشه. وقتی که شخصی عطسه میزنه انسان در وقت قضای حاجت است باید جواب از او را نته. وقتی که شخصی عطسه میزنه تیر میشه استاد است الحمدلله میگه، برای شخص ناجایز است که در جواب از او یرحمک الله بگه. و همچنین هر آن چیزی که یعنی منجر به این میشه که از انسان سخنی بیرون میشه یا ذکری بیرون میشه او ناجایز و نامشروع است و عده علما حکم به تحریم یزو کردن و عده از علما حکم به کراهیت یزو کردن و در وقت در این هنگام تا که انسان قضای حاجت خود را پوره نمیکنه سخن گفتن جواز نداره. این دوستان عزیز بعضی از آداب قضای حاجت و در یک قسمتی از برنامه به این ما اکتفا میکنیم و انشاءالله در برنامه آینده آداب دیگری از آداب قضای حاجت را در پرتو احادیث گرانبهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و شما برای شما تقدیم میکنم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.